گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی می باشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار هشتم. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. چهارم، ترکیب نژادی اهالی آسیای میانه در عهد برنجی. مسئله آریایی، عمومیت هندو ایرانی، آریایی ها. طبق معلومات عمیق سرچشمه های تاریخی، محل پهنشوی زبانها و طایفه های ایرانی در زمانهای قدیم نظر به عصرهای میانه و دوره نو خیلی وسیع بوده. سرزمینی نهایت پهناوری را از اروپای جنوبی شرقی تا ترکستان شرقی، از نزد اورال تا جنوب ایران امروزه را فرا می گرفت. در سرچشمه های یونان قدیم دایر به حرکت یک گروه قبیله های ایرانی زبان از شرق به اروپای جنوب و شرقی و محل های شمال کافکاز و بحر سیاه معلومات آمده است. اساساً این به سکیف های در عصرهای 9-8 پیش از میلاد هجرت نموده که بعدتر در حدود عصرهای 8-7 پیش از میلاد یک قسمی آنها به واسطه کافکاز به آسیای پیش گذاشتند و همچنین طایفه های سرمت و الان دخل دارد. از جمله اجداد اسیتین ها که حالا در کافکاز زندگی می کنند محض طایفه های سرمتی ایرانی نژاد بودند. سرمت ها طبق شهادت منبع های خطی و باستانشناسی تا زمانی به سمت غرب حرکت کردند در محل‌های شمال بحر کسپی، بحر ارال و پس اورال زندگی می‌کردند. خلاصه منبع‌های تاریخی و باستانشناسی به اروپای جنوب و شرقی از ناحیه‌های شرق‌تری والگا و اورال حرکت کردن طایفه‌های ایرانی را که قبل از آغاز هزاره 1 پیش از میلاد در آنجا سکونت داشتند تصدیق می‌نماید. اجداد اهل زبان خوتن و سکایی که دایر به آنها آثار متن‌های باقی مانده شهرت یافته خبر می‌دهند، به ترکستان شرقی فقط از آسیای میانه و یا ناحیه‌های همجوار قزاقستان امروزه رفته می‌توانستند. اساساً حدود ترکستان شرقی را در عصرهای 3-2 پیش از میلاد طایفه‌های ایرانی بیش از همه سکایی ها اشغال کرده بودند. با معلومات منبع‌های خطی، سکایی ها در ترکستان شرقی با همراهی طایفه دیگری هندو اروپایی تخاری ها تا عصر 3 پیش از میلاد، یعنی تا زمان استیلا شوی این منطقه از طرف طایفه های ترک و مغول زندگی می کردند. همین طور الکی در عصرهای 7-6 پیش از میلاد
ساکنان اساسی آسیای میانه را کاملا خلقیت‌های ایرانی، باختری‌ها، خوارزمی‌ها، سغدی‌ها، گروه‌های سکایی و غیره تشکیل می‌دادند. محض در اساس همین خلقیت‌ها و پیش از همه باختری‌ها و سغدی‌ها در اول عصر میانه خلق تاجیک تشکل یافت. طایفه‌های زراعت پرور ایرانی هنوز بروقتر از عصرهای 7-6 پیش از میلاد در محل‌های معین آسیای میانه مسکن گرفته ولایت‌های تاریخی همنام خود را تشکیل داده بودند. از جمله باختری‌ها باختر را، سغدی‌ها سغد را، خوارزمی‌ها خوارزم را، مرغیانی‌ها مرغیان را، آریایی‌ها آریا را که حوزه رودی هری افغانستان امروزه با مرکزش هرات را در بر می‌گرفت. پارتی‌ها پارت را که در حدود امروزه ترکمنستان جنوبی و ناحیه‌های شمالی همسرحدی ایران کنونی جای گرفته بود به وجود آوردند. دوره رشد و ترقی قبیله‌های بادیانشین ایرانی از جمله سکایی‌ها با معلومات باستانشناسی نیز به دوره تا عصر 6 پیش از میلاد راست می‌آید. متن‌های قدیمترین کتاب مقدس اوستا که در ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد در آسیای میانه به وجود آمدند، اندیشه خیلی پیشتر از عصرهای 7-6 پیش از میلاد در آسیای میانه سکونت داشتن طایفه‌های ایرانی را تصدیق می‌نمایند. از جمله در این آثار قدیمه ولایت‌های آن وقته آسیای میانه و بعضی ناحیه‌های هممرز آن پیش از همه سغد، مرغیان، خوارزم، آریا و غیره ذکر یافتند. همچنین در اوستا دایر به محل قدیمه سکونت طایفه‌های آریایی کشوری نیمه افسانوی اریانم و ایجه فراخنای آریانا معلومات آمده است. گرچند یک زمره عالمان شناخته زیر معنی اریانم و ایجه خوارزمی قدیم را قبول نموده باشند هم، اما حقیقت در آن است که در اوستا با این نام تمام حدود سرزمین پهناوری آسیای میانه و ولایت‌های هم حدود شمالی آن در نظر است. این اندیشه را هنوز پیشتر خاورشناس شناخته روست که اینسترانسیف نیست پیش گذاشته بود و آن را امروز گروهی کلانی دانشمندان جانبداری می نمایند. از طرف دیگر در اوستا خوارزم با نام خودش ذکر شده است. معلومات فراوان زبانشناسی مخصوصاً آید به روابط متصل زبانهای عموماً آریایی بعدتر ایرانی با زبانهای فین و اوگاری که تا امروز در علم جمع شدند گواهی می‌دهند که محل‌های اقامت طایفه‌های آریایی بعدتر ایرانی حدودی بزرگی را در شمال تا منطقه بیش‌ازار بین ساحل والگا و سیبیر غربی در بر می‌گرفت. برابر این سرچشمه‌ها دایر بر رابطه از دایره‌های تا آریایی باقی مانده طایفه‌های آریایی و شیوه‌های آنها با هندو اروپایی‌ها نیز خبر می‌دهند. این و دیگر معلومات اشاره به آن می‌کند که حدود محل‌های سکونت طایفه‌های آریایی در شمال و غرب تا به دشت‌های اروپای جنوب و شرقی می‌رسیده است. به ضمن آن مدرک‌های تاریخی و معلومات باستانشناسی گواهی می‌دهند که طایفه‌های ایرانی و یا آریایی پیشینه در دشت و صحراهای وسیع در حدود شمال شرقی و شرقی آسیای میانه نیز مسکن داشتند. در آسیای میانه و ناحیه‌های همسایه شمال آن در عصرهای آخری هزاره 2 و آغاز هزاره 1 پیش از میلاد سکونت داشتن طایفه‌های ایرانی را سرچشمه‌های خطی نیز تصدیق می‌کنند. از این رو یادگاری‌های باستانی آن وقته این محل‌ها و طایفه‌های ایرانی تعلق داشته و مدنیت دایره اندران و یا یکی از نمودهای مدنیت اندرانی
تازه باغیاب، قیراقم و غیره منصوب است. چنین آثاری مانند باستانشناسی منسوب به میانه‌های هزاره 2 و اولهای هزاره 1 پیش از میلاد و همچنین سیمای انتروپولوژی اهالی اروپای شرق که شرقتر از آسیای میانه از جمله ترکستان شرقی پیدا کرده شدند، از پهن‌شوی این طایفه ها در این منطقه ها نیز شهادت می دهند. گرچند بعدتر در این ناحیه ها از جمله در آلتای و ترکستان شرقی قبیله های سکیف و سکایی مسکن گرفتند. بازیافت شدن نوشتجات هزاره 1 میلادی در ترکستان شرقی باعث کشف 2 زبان به هم خویش منسوب به گروهی دیگر گردید که آن را زبانی تخاری و صاحبان آن را تخاری ها نامیدند. دایر به پیدایش تخاری ها در این ناحیه ها فرضیه های گوناگون موجودند، اما تخاری ها در دوره های پیشینه حتما حدودی نسبتاً وسیع‌تر را که محل های غربی را هم فرا می گرفت اشغال کرده بودند. بین آنها و طایفه های شرق ایرانی طبق معلومات زبانشناسی رابطه های معینی وجود داشت. همین طور خلاصه عمیق آن است که قدیمترین محل سکونت و مرکز اساسی پهن‌شوی طایفه های ایرانی آسیای میانه و ناحیه های همحدود شمال آن بودند. نزدیکی و یگانگی پیشگذشتگان طایفه های ایرانی و هندو آریایی نیز شهادت می دهند که اجداد هندو آریایی ها نیز تا به هندوستان کوچیدن خود در همین محل ها زندگی داشتند. نتیجه های فراوان حفریات باستانشناسی سالهای آخر در آسیای میانه این اندیشه را کاملا تصدیق می نمایند. حفریات باستانشناسی نشان می دهد که در آسیای میانه از دوره نیالیت سر کرده 2 ناحیه از هم فرق کننده خواجگی و مدنی به وجود آمدند. یکم ناحیه های جنوب و غرب حدود امروزه ترکمنستان جنوبی که مدنیت زراعتکاران رواج یافته در آخر هزاره 3 و عصرهای اولی هزاره 2 پیش از میلاد به سطح بلندی ترقیات خود رسیده بود. این مدنیت با خصوصیت‌های خود با مدنیت‌های ایران و ناحیه‌های همحدود جنوبی پیوستگی زیج دارد. دوم، حدود باقی مانده آسیای میانه که مدنیت آن با مدنیت‌های در ناحیه‌های شمالی پهن گردیده بیشتر همرنگ است. اهالی این محل‌ها و پیش از همه قبیله‌های صحرانشینی عصر برنجی نیز با آریایی ها و ایرانی ها نسبت داده می شوند. چه خیلی که توضیح یافت مدنیت منطقه جنوب و غربی آسیای میانه از عهد نیالیت تا اولهای عصر برنجی به دایره مدنیت های زراعتی در آسیای پیش افغانستان، هندوستان و ایران امروزه پهن شده داخل می شوند. این مدنیت ها با خصوصیت‌های خواجگی و اقتصادی و مدنی با یکدیگر نزدیک و مانندند. معلومات باستانشناسی در آخرهای انالیت و اولهای برنجی وجود داشتن علاقه نزدیکی بین زراعتکاران این منطقه ها و حتی وجود داشتن مناسبت خویش و تباری را دلالت می کنند. از این رو هم از جهت عمومیت سیمای خواجگی و مدنی و هم احتمال از جهت ارق و نژاد زراعتکاران منطقه جنوب و غربی آسیای میانه ترکمنستان جنوبی عهد انالیت و اولی برنجی با اهالی ایران، افغانستان و ناحیه های همسایه علاقمند بودند. ولی طایفه های آریایی آن وقتا در این کشورها بودن نمی توانستند. مدنیت های دیگری حدودی بزرگتری آسیای میانه از جهت خواجگی و اقتصادی و مدنی همرنگ بوده. چه خیلی در بالا گفتیم با مدنیت های نواحی شمالی، یعنی با محل هایی که طایفه های هندو ایرانی سکونت داشتند رابطه دائمی داشتند. برای همین در اولهای عهد برنجی
علاقه معین نیاگان آریایی ها با قبیله های هندو اروپایی اروپا هنوز وجود داشته است. دایر به اهالی مدنیت صحرایی عهد برنجی آسیای میانه و ناحیه های شمالی مدرک های باستانشناسی و معلومات مقایسوی تاریخی و زبانشناسی کاملا با هم مطابقند. اساساً قوم های صحرانشین عهد برنجی به چارواداری مشغول بودند، ولی آنها از زراعت پروری نیز به خوبی خبردار بودند. چون این نوع خواجگی، چارواداری و زراعتکاری برای آریایی ها هم خاص بود. همین طور تحلیل های پیشنهاد شده و معلومات تاریخی و زبانشناسی دایر بر رشد همه‌جانبه معدن گدازی و استفاده آلات فلزی هنوز هم زندگی یک جایه اجداد آریایی های هندی و ایرانی را تصدیق می نماید. معلومات باستانشناسی از آسیای میانه و ناحیه های همسایه شمالی آن به دست آمده تصدیق می نمایند که اجداد هندو آریایی ها در حدود وطن قدیمه خود حداقل تا عصرهای اول یا خود حتی تا میانه های هزاره دو پیش از میلاد همراه نیاگان طایفه های ایرانی زندگی می کردند. ابتدای از آسیای میانه به طرف جنوب حرکت کردن قوم های آریایی تقریباً به همین وقت راست می آید. از این رو زراعتکاران حدود جنوب ترکمنستان عصر نیالیت از اولهای عهد برنجی ظاهراً آریایی نبودند. فراختر از این مدنیت شهرستانی و شهری ایرانی شمالی شرقی، حصار 3 و غیره، افغانستان جنوبی، موندگاه کیچار، وادی هند با یادگاری های دوره ماهنجا دارا خرپا نیز با همین سبب ها آریایی بوده نمی توانستند. اما کاوش های باستان شناسی نشان می دهند که در 4/1 هزاره 2 پیش از میلاد در همه این محل ها تغییرات جدی تاریخی به وقوع آمده است. محل های کلان آدم نشین، شهرهای کلان پیشرفته تماماً بی صاحب مانده به خرابزار تبدیل یافتند. در استحصال آلات و اسباب روزگار مخصوصاً محصولات سفالی نیز دیگرگونی های جدی مشاهده می شوند. دستگاه قدیمه کلالی کاملاً از بین می رود. سبب اساسی همه این دیگرگونی ها را دانشمندان وابسته به پهن‌شوی سراسری قبیله های نو، پیش از همه طایفه های از آسیای میانه حرکت کرده یعنی آریایی ها یا هندو اروپایی ها می دانند. گرچند در این وابستگی حرکت این قوم و طایفه ها در نتیجه عامل و سبب های داخلی نیز رد کرده نمی شوند، اما عقیده آن که گویا مدنیت خرپا در نتیجه به وادی هند سر در آوردن طایفه های آریایی از پا افتاده باشد نیز اساس علمی ندارد. برعکس تقریبا تا عصر 18-17 پیش از میلاد مدنیت های رشد یافته ایران شرقی، ترکمنستان جنوبی، افغانستان و هندوستان غربی به خرابی دچار نشده بودند. طبق مدرک های انیقتر حرکت قوم و طایفه های آریایی یا هندو آریایی بیشتر به میانه و نیمه دوم هزاره 2 پیش از میلاد راست می آیند. مخصوصاً موادی در نتیجه کاوش باستانشناسی به دست آمده این دوره را همچون دوره حرکت پروسعتی قبیلوی در تمام سرزمین آسیای میانه توصیف می نماید. در همین وقت طایفه های صحرانشین به حدود ترکمنستان جنوبی حرکت طایفه های آریایی به جنوب افغانستان و هندوستان واقع می گردد. حفریات سغانه های قدیمه در تاجیکستان جنوبی در وادی دریاهای سرخاب، قزلسو، وخش و کافرنیهان دایر به حرکت این طایفه ها معلومات فراوان می دهند.
اشیاهای از این محل‌ها یافت شده شهادت می‌دهند که آنها به اهالی از جهت مدنیت مادی و تمدن نمازگاهی 6 و با خصوصیت مراسم دفن به قبیله‌های صحرایی مانند تعلق دارند. از جهت آنتروپولوژی باشد، صاحبان این سغانه‌ها بیشتر به مردم ولایت‌های جنوبی اهل مدنیت سفالآلات نقش و نگار داشتن نزدیکند. گرچند دایر به پیدایش این طایفه ها حالا خلاصه مشخص موجود نیست، ولی عالمان در اساس تحقیق مراسم دفن چنین اندیشه دارند که این سغانه ها به طایفه های آریایی تعلق دارند. همزمان در این سغانه ها طرز دفن کنی و بعضی دیگر رسوم ها خاصی آریایی های ویدی و هم طایفه های شرق ایرانی مشاهده می شوند. علاوه بر این، باستانشناسان در ولایت سوات پاکستان نیز سغانه های پیدا نمودند که به سغانه های تاجیکستان جنوبی خیلی مانندند. گروه قدیمتری این سغانه ها تقریباً به نیمه دوم هزاره دو پیش از میلاد متعلق می باشند. تحلیل مدرک های موجوده نشان می دهد که از یک طرف برای هندو آریایی حساب کردنی طایفه های عصری انیالیت و اولهای عهد برنجی آسیای میانه هیچ یک اساس نیست، ولی از طرف دیگر احتمال است که هندو آریایی ها محض طایفه های صحرانشینی قسمت شمال و غربی آسیای میانه نیمه و آخر عهد برنجی بودند. در اینجا درستی فرضیه ام دیاکنوف که آن را بعدتر دیگر عالمان از جمله به لیتوینسکی نیز جانبداری نموده است و میان می آید. به اندیشه دیاکنوف روند پهنشوی زبانهای هندو ایرانی در بین طایفه های زراعتکار انوی آسیای میانه در مرحله های آخرین ترقیات آنها با تأثیر علاقه های گوناگون به صحرانشینان صورت گرفته است. موادهای باستانشناسی سالهای آخر نیز این فرضیه را تقویت می‌دهند. همزمان مدرک های ذکر شده دایر به حرکت طایفه های آسیای میانه در میانه ها و نیمه دوم هزاره دو پیش از میلاد به طرف جنوب پیش از همه به هندوستان اشاره می نمایند. موافق معلومات باستانشناسی در آفرینش و رشد مدنیت جنوبی آسیای میانه پس از نمازگاه 6 تخمیناً در حدود هزاره 2 و 1 پیش از میلاد یا خود در ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد نقش طایفه های صحرانشینی از شمال وارد شده خیلی کلان است. در سمت های آسیای میانه از جمله پامیر هم نقشی به سمت جنوب حرکت نمودنی طایفه های از طرف شمال آمده نیز مشاهده می شود. چون این طایفه ها در پامیر هنوز در عهد برنجی در آخرهای هزاره 2 و ابتدای هزاره 1 پیش از میلاد پیدا شده بودند. مواد باستانشناسی پامیر دایر به طایفه های گروهی سکیف و سکایی از عصر 7 پیش از میلاد این طرف معلومات کافی داده دایر به حدود هندوستان حرکت نمودن آنها خبر می دهند. معلومات از سرچشمه‌های خطی به دست آمده و دلیل‌های تاریخی و زبانشناسی علاوه به مدرک‌های باستانشناسی در عصرهای 7-6 پیش از میلاد به نواحی جنوبی پامیر تا نزدیکی‌های مرز هندوستان و حتی قسماً در حدود آن اینچنین محل‌های شرقی افغانستان جایگیر شدن طایفه‌های ایرانی منسوب به گروه‌های سکایی و یا به آنها نزدیک را تصدیق می‌نمایند. شاید اجداد افغان‌ها و مونجان‌های امروزه همین قبیله‌ها باشند. همین طور خلاصه می‌گردد که طایفه‌های گروه شرق ایرانی از شمال از سرزمین آسیای میانه برآمده به سوی کشورهای جنوب حرکت کردند.
معلومات موجوده باستانشناسی و هم دلیل‌های تاریخی و زبانشناسی از آسیای میانه به طرف جنوب و هندوستان، افغانستان و ایران نفوذ کردن گروه‌های مختلف آریایی در اول اکثراً هندو آریایی ها، بعدتر ایرانی ها را کاملاً اثبات می‌نماید. تحلیل معلومات موجوده علمی بار دیگر تصدیق می نماید که قدیمترین محل سکونت طایفه های هندو ایرانی و مرکز اساسی پهنشوی آنها آسیای میانه با ناحیه های هممرز آن بوده است. طایفه های ایرانی که در آسیای میانه ماندند نیاگان اهالی اصلی آسیای میانه از آغاز دوره تاریخی تا اولهای عصر میانه حساب می‌یابند. محض بر اساس خلقیت‌های شرق ایرانی آسیای میانه پیش از همه باختری‌ها، سغدیان و به درجه کمتر دیگر جزئیات‌های ترکیبی نژادی خلق تاجیک در ابتدای عصر میانه به وجود آمد. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار هشتم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.